واقعا هم باعث نگرانی است وضعیتی که امروز در شمال افغانستان، در شمال شرق، شمال غرب افغانستان و تجمع گروه‌های مختلفی افراطگرای و تروریستی باعث نگرانی کشورهای آسیای مرکزی حتما است، زیرا که فکر میکنم که در رسانه‌های خبری و کارشناسان زیاد در افغانستان و بیرون از آن به این نظرند که انتقال این نیروهای افراطگرا یک نوع برنامه تحریزی شده است که این گروه ها را به قسمت‌های شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای کشورهای آسیای مرکزی انتقال دادند که در آینده بتوانند اینا برای هم کشورهای آسیای مرکزی و هم کشورهای به مثل روسیه و چین خطر ایجاد کنند. به هر حال نمیتوان گفت که اینها میتوانند که این مرزها را رخنه کنند، زیرا بیشک هم روسیه و هم کشورهای آسیای مرکزی تدابیر خیلی جدی امنیتی را در اینجا اتخاذ کردند و یک چیزی مهم این است که این نیروها میتونند در این کشورها فقط در اون صورت یک بستری پیدا کنند، یک زمینه پیدا کنند که در این کشورها هم یک گروه‌های بسیار جدی اپوزیسیونی یا که اکستریمیستی وجود داشته باشند که می‌بینیم که این گونه گروه‌ها به هر صورت در این کشورها وجود ندارند. به هر حال فکر می‌کنم که خود تجمع این گروه‌ها در مرزهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان باعث نگرانی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و چین شده می‌تواند. من گفته می شود 80% اون تقریبا مثلا گفته زیر تاثیر خود گرفتگی هستند. آیا گمان میکنید که همین گفته ها اساس دارند دوستان؟ البته یک چیز اساس دارد که این گروه ها در بدخشان، در کندوز، در تخار، در ولایت های دیگر شمال و شمال غرب اینها حضور دارند، ولی اون که 80% ولایت بدخشان را تسخیر کرده باشند این فکر میکنم که به واقعیت درست نمیآید. این تقریبا در نیمی از ولسوالی های ولایت بدخشان اینها قرار دارند و اون که یک برنامه تحریز شده است از آن شهادت می‌دهد که بسیاری از این گروه های افراطی از وزیرستان شمالی پاکستان اینا با خانواده های خود کوچ داده شدند به اینجا، یعنی در نظر است که اینها به طور دائمی در اینجا حضور داشته باشند و برای بی‌ثبات ساختن هم ولایت بدخشان، تخار، کندوز و این منطقه ها و هم برای یک نوع نگران ساختن، بی‌ثبات ساختن این کشورهای منطقه اینها باید که فعالیت کنند. تاجیکستان باید از کدام تدبیرها کار بگیرد برای امنیت کشور و مثلا تقویت مرز؟ البته فکر میکنم از تمام تدابیر باید کار بگیرد. یکی که مرزها باید مستحکم باشند، ولی فکر میکنم که حتی با تحکیم بخشیدن مرزها اگر که در قسمت اون طرف مرز این گروه ها حضور داشته باشند و نفوذشان بیشتر از این هم بشود و با نظر داشت خود شرایط اقلیمی و طبیعی مرزهای ما و افغانستان یعنی 100% تحکیم بخشیدن یا که جلوگیری کردن و پیشگیری کردن عبور بعضی گروه های خرد و کشورهای ما بسیار مشکل است. از این رو یکی از تدبیرهای بسیار مهمی شده میتواند که باید با کشورهای منطقه، با حکومت افغانستان و دیگر کشورهای داخل باید که کارهای انجام شود که این ولایت های هممرز ما اونجا آرام بشوند، برای شد که با این گروه های تروریستی در اونجا مبارزه شود و میتواند که هم کشور روسیه هم کشورهای آسیای مرکزی در این سمت همکاری را بهبود بخشند. Президент.